دوستای عزیز ترا کوفته درست میکنم. موادش همراهتان جور نکنیم که باز ویدیو خیلی زیاد میشه. already جورش کردیم، کاپی کت ها خیلی زیاد هست. الان از من یاد نگیری کوفته درست میکنم. یعنی already درست کردیم. بله که میشینم تنبل میشم که استاد میشم مانده میشم، چون کوفته دیگه که چی میشه. اصلا من کیچری قوربندی میخواستم درست کنم، بعد تنها تارگت کیچری قوربندی نبود، البته که من میخواستم یک ذره کوفته بیشتر درست کنم که فردا امروز رایس هم درست کنم، چون نرمالی با کیچری قوربندی کوفتای کوچولو چچگک درست میکنیم ما شما. رفتم پشت سر. روزتان گشت. الو دختره چیز بلد نیست. نه 5 کلک نیست، 5 چراغ است. چطور؟ الو کوفته چیزه. بله. مردایی که زنک بازی میکنیم فقط من با شما ایران میمانم که یک روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز روزتان بگرده تا کیف بلو اینجا ماندم خبر نشه خوشو کلانم کله مارد داست کل کنم در خانه مادر بابی چیزی یادت ندارم. من نفهمم افغانای ما چرا وقتی که عروس میارن فکر میکنن که نوکر آوردن دیگه بیا بخیر، دختر خدا بالا سر میشنن کل کار سر عروس بیچاره میکنن. That's not good. یعنی تنها در بین ما و شما افغانا و فکر کنم ایندیان هم در کلچرشان بود، فقط که عروس آمد دیگه دخترشان خودش عروس شد. بابا او عروس سیایی، دختر خودش عروس میشه، دختر مردم عروس چی؟ میگم نانو کس را خدا رو تمسمه که از یک لنگالیزانش نکنه نیلایش نمیدم. نه شوخی کن دوست عزیز، من چی کار دارم که کار مردم خودشان میفهمن کارشان. من آدم هستم دوست عزیز، حقیقت براتون بگویم که من نه در کار کس غرض دارم نه در بار کس غرض دارم، هیچ در کار من کس غرض نگیری که من غرض نگیری که کلی مرا خراب نکنه، من که هیچ کس غرض ندارم. خدا نگایتان که کلی مرا خراب کنی کلی تان خراب، من میگم خراب کنم 50 جای. دوستای عزیز الا کوفته شوی الا دل آدم میشه بش بلاینمی نانوای شیشکه دل آدم میشه میخوشوی شکه بش بلا امی عروسای خرابان بش بلا آدم این همه تو بش بلا متان همه تو پرستان کنم این همه تا